سلام به کانال آشپزی با مهتاب. خیلی خوش اومدید. بریم که با هم لطیف ترین و فوق‌العاده ترین رسیپی از دسر توت فرنگی رو ببینیم. بهت قول میدم برای هر کسی که درستش کنی دستورش رو ازت میپرسه. برای شروع و مواد اولیه احتیاج داریم به 10 عدد توت فرنگی شسته شده و تکه‌ای خرد شده، 3 لیوان شیر، 4 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 4 قاشق غذاخوری شکر، نصف قاشق چایخوری وانیل، نصف بسته بیسکویت پتیبور خرد شده و 100 گرم خامه صبحانه. در اولین قدم اون مقدار خامه گفته شده رو داخل ظرفی مقاوم به حرارت بریزید و روی بخار کتری قرار بدید و اجازه بدید خامه شما ذوب بشه. به این روش اصطلاحاً بنماری میگن. در ادامه داخل یک قابلمه مناسب مواد خشکتون شامل نشاسته ذرت و شکر رو اضافه کنید و مخلوط کنید. بعد هم اون مقدار شیر گفته شده رو اضافه کنید. حالا خیلی خوب هم بزنید تا نشاسته ذرت کاملا داخل شیر سرد حل بشه و یک دست. این مرحله خیلی مهمه چون باعث میشه که در انتها بافت دسرتون کاملا روان، یک دست و بدون گره و گوله باشه. در ادامه فقط کافیه قابلمه‌تون رو روی حرارت ملایم گاز قرار بدید و به طور مداوم هم بزنید تا کم کم به غلظت فرنی برسه. مداوم هم زدن دسرتون هم باعث میشه ته نگیره، هم بافت دسرتون کاملا یک دست باشه. مطابق ویدیو زمانی که شروع کرد به حباب زدن و غل زدن یعنی خامی نشاسته گرفته شده. توی این مرحله اون مقدار خامه صبحانه بنماری شده رو اضافه کنید و هم بزنید. در انتها هم اون مقدار وانیل رو بریزید و حالا حرارت گاز رو خاموش کنید. باید غلظتی مشابه ویدیو داشته باشید. فقط کافیه که دسرخوری مد نظرتون رو بیارید. تا دسرتون گرمه به صورت یک لایه از دسر وانیلیتون داخل دسرخوریتون بریزید. سطحش رو صاف کنید و حالا یک لایه بیسکویت پتیبور خرد شده اضافه کنید. بیسکویت خرد شده رو هم صاف کنید. حالا اون مقدار توت فرنگی نگینی خرد شده رو بیارید. اگر توت فرنگی های شما بیمزه هست و شیرین نیست میتونید نصف قاشق غذاخوری بهش شکر اضافه کنید و هم بزنید تا ترکیب بشه. بعد هم به صورت یک لایه روی بیسکویت خرد شده پتیبور داخل ظرف دسرخوریتون توت فرنگی خرد شده بریزید. باز هم از دسر وانیلی اضافه کنید و تمام. دسر شما به همین راحتی آماده است. فقط کافیه که داخل یخچال برای 2 تا 3 ساعت قرار بدید تا کاملا ببنده و مزه ها به خورده هم بره. شما میتونید پودر کاکائو یا هر چیزی که دوست دارید بریزید و با هر چیزی دیگه ای هم که علاقه دارید تزیینش کنید. هرچی از لطافت، بافت و خوشمزگی این دسر بهتون بگم کم گفتم. لایه‌های خوشمزه و خوش‌عطر توت فرنگی همراه با اون موس وانیلی واقعا فوق‌العاده است. حتما امتحانش کنید. ممنون که تا انتها همراه هم بودید. خوشحال میشم کانال آشپزی با مهتاب رو لایک کنید و اگر هنوز عضو کانالم نشدید کانال آشپزی با مهتاب رو فالو کنید و همراه هم بمونید.